اسمشو میذاریم بدراک سیتی و از نوع هارد بزن بریم. سلام به اولین قسمت از سری گیم پلی ماینکرافت بدراک خوش اومدین. امیدوارم لذت ببرین. خب این هم سیدی جدیدمون چه خالی و بیروحه. بریم ببینیم این چی. بابا از این هم سوچ مستقیم بریم. صدای هیاهود اومد. روزا شروع کنیم بعد وسط روز داره دراوند اسپان میکنه. خب امیدوارم یه ویلیجی چیزی پیدا بشه اول کردم. تو این قسمت من قصدم اینه که بیس زیرزمینی یعنی داخل کوه چیزی تپه‌ای سوراخ کنیم بریم توش اونجوری بکنیم و درست کنیم تا آخر. البته فارمان‌ها و بیلدهای زیادی خارج از این داستان باید درست کنیم. ویلیج این اون به خاطر این برفا این ولی این ویلیج برفی و سرد سیری اینجا اسپان شد. شاید سریع اصلا انتظار نداشتم. خب این ویلیج هم لوتش کردیم. یه تپه‌ای هم پیدا کردیم نزدیک ویلیج بوده اون بالا. حالا باید بریم یکم چوب اسپروس جمع کنیم و ساخت بیس رو استارت کنیم. بریم تو کارش. تا شب نشده و اون مابای وحشی بدراک نیومدن هارد هم هست مناسب. درخت بلندی هم هست. ای بابا من چرا این میزنم. ما اجاز شد نیاز به تعدادی سپلینگ داریم. 4 تا حداقل باید داشته باشیم که اونور بتونیم این درخت بزرگا درست کنیم دیگه جنگل خالی نکنیم. این که خوبی های بدراک اینه درخت به صورت هر درختی حتی درختی که خود آدم میکاره هم از این خزا داره. به به یکی میاد شب شد بخوریم. اینجا هم باید مثل هاردکور رفتار کنیم با احتیاط چون خیلی سخته. من تجربه زیاد ندارم تو بدراک. مابای خیلی وحشی داره نماز مراتب فایت کردن اینجا اصلا فهم کنه بردار سخته. خب روز شد. یکم روز شد بس
بسرفیم اول بازی دستمون پر باشه. برای ابزار برای ابزار اولی سنگ لازم داریم، ولی از اونجایی که میخوام خونه و داخل سوراخ درست کنم، خب برگشتیم سر همون لوکیشن هم. اینجا هم ویلیج هست، ارتفاع 70 باید پیوشه، اینجا روندم هست. همینو کنیم. یه ابزار سنگی و با همون سنگای داخل خونه میسازم. ورودی هم 2x6 باشه که بتونیم وقتی سوار یک اسبی و راه چیزی هستیم اینجا رو پرش کنیم. خب چکار میکنیم؟ اول 2 تا کرافتینگ تیبل میزنیم، یه دونه همیشه اینجا باشه، یه دونه دیگه هم استفاده کنیم. دلیلش اینه که جاش حفظ بشه، وقتی اون یه دونه که پاشیم رو زمین میکنیم خودش اتوماتیک با این ترکیب بشه یه سر جای خودش. من همه رو تبدیل نمیکنم. 16 تا که 64 تا از اینا میده. خب یه دونه از اینا رو میذاریم اینجا. فقط ابزارش روی فقط کلنگ، اونم تنها استفادهش کندن 3 تا دونه سنگ واسه کلنگ سنگی. من حتی تبر چوبی هم نساختم، چون زیاد فرقی با دست خالی نمی‌کنه ابزار چوبی به جز کلنگش. خب اینجا در میسازیم، اینجا میشه در ورودی. درسته از اینجا به بعد بس هر چی بکنیم دیگه بیس نمی‌گیره، شکل غار میخوام درست کنم. پلن اینه که اول کار یه دایره درست بکنیم با ارتفاع 4 بلاک، قطر 14 بلاک. پس بریم تو کارش. خب اینم از این. یه فضای تقریبا دایره‌ای شکلی کندیم 14x14، یعنی از اینجا تا اینجا 14 بلاک فاصله‌اش، ارتفاعش هم که 4 تاست. کل چیزایی که به دست آوردیم، این لید و لدر هم از این بدبخت بی‌نوا 2 تا لامداش کشتیم، خودش آتش‌بار می‌فروخت. خورده چوبا هم اینجا سوزوندم زغالشون کردم و به در و پیکر اول واسه اینجا درست کنیم. کی درست میکنیم؟ ترکتور. یکی درها رو میذاریم اینجا، لازم نداره. ترکتور رو از داخل میذاریم. این تکسچرش قشنگ مثل درها نقش میده و شبیه همه دیگه. در خوشگل حالا بیرونش رو بعدم دیزاین میکنم، مثلا اینجا رو بذار درت بذارم. قبلا درت خالی نمیشه
راه درست کرد، ولی الان میشه حتی فورستر تو همه جور خاک میشه از این حرکت ذاتی تا اینجا. خب اینم از این. حالا باید چیکار کنیم؟ اینجا قراره در واقع هاب بیسمون بشه. هر کدوم از اینجا دوباره یه در قرار میگیره که هر کدوم میره به سمت یه اتاق. مثلا یکیش میره سمت انبار یا معدن یا مثلا پورتال نظر. اینطوری اول از همه اینجا رو باید یه خورده دیزاینش کنیم. مرحله اول اینه که خب این هر طرف نگاه می‌کنی استونه دیگه، اینا باید بکنیم جاش بلاک‌های دیگه بزنیم که خوشگل باشه. حالا اول کاری چون بلاک زیادی نداریم، پلن من اینه که از همین چیزا که دم دستی بیشتر استفاده کنیم. شروع کنیم کندن زیر اینجا، از اینجا شروع کنیم. حالا باید فرنس بسازیم، کابل سونار بپزیم، بعدش هم سنگ‌فرش درست کنیم بذاریم جای این بلاکایی که کندیم. وای میسیم تا اینو بپزیم. خب دیگه تقریبا همشون پختن، فقط نیاز چون درختمون دارم بخوریم شب هست. چون نیاز به استون کاتر داریم یه دونه ایرون گوله من تو این ویلیجی دیدم، بریم دخلشو بیارم بزنیم چند تا درت بردارم بزنیم زیر پام نگم چه تا کنم کنم یه دست خوبیه ادراک اینه که میتونم یه تونتون بزنم. این قدرت تبر کمتر 4 این 5 در عوض باش شمشیر یا تبر ایوال 5 تا بده یه سپر اینجا. فکر کنم اینا نمیخواسته، اینا 4 تا اضافه درست داریم. بذار استونکاترمون بسازیم به همراه یک عدد کلنگ آهنی که اینجا تبدیل میکنیم به هزینه. بذار کم کم بسازیم محصولاتون اشتباه داریم. خیلی عالی. بریم سقفم بکنیم.
خب این از سقف. حالا باید دوباره 2 استک 24 تا از این سنگا رو این تا این ور 2 دفعه بپزیم. 2 استک 24 تا 2 استک 20 تاست. بزنم اون 4 تا بزنیم. اسکلت این تخته بریم ترک نزدیک نباشه چون پشت در پر هیولا سلام. خب حالا ببین ما هم واسه پختن اینا نیاز به چوب داریم، هم واسه ساختن این دیوارا نیاز به چوب داریم. پس اولویتمون الان کندن چوبه. سرویس هویج آمده دم در خونه هویج بده برام کنده خود زدی کشتنش موزه اینجا فعلا مردیم فرا نریم. خب خیلی هم هر جاش باید اینه بار بکن شیت. خب 8 میپذیم 8 خیلی از این 38 تا احتیاج داشتیم درسته. خب الان چند تا داریم 16 تا 38 تا یعنی 22 تا فاصله داریم درسته. 24 تا دیگر بپذیم 32 تا دیگه میپذیم 24 تا 4 تا برای تو 8 تا برای شما 8 تا برای تو 8 تا برای تو 8 تا برای تو تو هر کدوم یه دونه از اینا میزنیم میشه 32 تا با این 44 تا. زغالا پختن سنگارم گذاشتیم تو فرنیس. خب اینا رو ما یه بار پختیم دوباره باید بپزیم که بشه همون بلاک مورد نظر ما. خب وای میسیم تا بپزه. اوکی اینم تموم شد. حالا بزن بریم تو کار ساختنشون. سقف یعنی اینا رو بذاریم بالا. یه دونه اضافه بود. خب بزن بریم. خیلی خوب اینم از این. حالا این 4 تا جایی که بالا رو صف خالی مونده مخصوصا تعداد 4 تا کم درست کردم
قراره بلاک‌های روشناییمون قرار بگیرن. فعلا اینا رو همینطوری میذاریم این تو تا بعد اینو درستش کنیم. حالا میمونه چی؟ میمونه دیواره اینجا که قراره چوبی باشه، پس اول باید بکنیمشون. بزن بریم تو کار کندن دیوارا. خب اینم آخرین بلاک. حالا باید بریم چوب جمع کنیم. اینجا رو که تکیه میخوام لاگ بذارم، اینجا رو میخوام پلنک بذارم. خب اول بخوابیم، الان بریم بیرون، هیچ آرموری نداریم، دخلمون اومده. بریم چوب در بیاریم بیاییم. اوکی، چوبا رو جمع کردیم، بریم تو کار ساخت و ساز. خب من اینا رو به این صورت فعلا ساختم. اینجا قراره در بذارم، واسه همین درست نکردم. حالا پوست اینا رو هم بکنیم. این هم از این. ولی جالبه تو نسخه بدراک اون صدایی که موقع کندن چوبا داریم و تو جاوا داریم و اینجا نداریم. خب حالا 6 تا از اینا برمیداریم، اینجا رو هم درست میکنیم. و البته 6 تا در. دارم شب شده، صدای زامبیا داره میاد که دارن میگن آماده باش قرار پوستت کنده بشه. خیلی خوب، اینا از بیس اولیه‌مون. بذار این 6 تا ترپتورم درست کنم. اینم از این. اتاق اولیه‌مون درست شد. حالا تو هر کدوم از اینا تو قسمت‌های بعدی قراره
ادامه داشته باشه.